این سنسور هم که بهش فوتوسل گفته میشه فقط با نور کار میکنه، یعنی هنگامی که نور محیط کم باشه فعال میشه و در روز هم که نور محیط کافی هست جریان برق رو قطع میکنه. سیمکشی این سنسور با دو سنسور قبلی تفاوت میکنه. تو این قسمت قرار هست به این سنسور حرکتی توکار که بهش کلید هوشمند هم گفته میشه بپردازیم و سیمکشی اون رو کامل شرح بدیم. البته باز تاکید میکنم که سیمکشی سنسور روکار هم به همین صورت هست. همونطور که در تصویر میبینید این سنسور 3 تا پایه داره که 3 تا سیم مختلف رو باید بهش متصل کنیم. تو اینجا 2 تا سیم اصلی ما سیم فازونولی هست که از کنتور یا از جعبه فیوز اومده. سیم فاز رنگ‌های مختلفی مثل مشکی، قرمز، قهوه‌ای و سبز داره و جریان برق از طریق سیم فاز وارد سنسور میشه. سیم نول هم معمولا رنگ آبی داره و جریان برق درش وجود نداره. تو اینجا توجه داشته باشید این سیم نول که از جعبه فیوز اومده همزمان هم به لامپ و هم به سنسور متصل